سلام، به ویدیوی جدید چنل ورژن جدید خوش آمدید. امروز قرار زندگی نامه کریستیانو رونالدو رو براتون به نمایش بذارم. بریم سراغ ویدیو. کریستیانو رونالدو بازیکن فوتبال اهل پرتغال است که به عنوان کاپیتان برای باشگاه النصر در لیگ حرفه‌ای عربستان و تیم ملی پرتغال در پست مهاجم بازی می‌کند. او اغلب به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تمام دوران شناخته می‌شود. ما براتون زندگی نامه این بازیکن رو آوردیم. رونالدو بیشتر از هر بازیکن اروپایی دیگر 5 جایزه توپ طلا و 4 جایزه کفش طلای اروپا را دریافت کرده است. او در طول دوران حرفه‌ای 35 جام کسب کرده که شامل 7 عنوان قهرمانی در لیگ، 5 لیگ قهرمانان اروپا، 1 جام ملت‌های اروپا و 1 لیگ ملت‌های اروپا می شود. رونالدو دارای بیشترین بازی، 183 بیشترین گل زده و بیشترین پاس گل در لیگ قهرمانان اروپا، بیشترین گل زده در جام ملت‌های اروپا، بیشترین بازی ملی و بیشترین گل ملی در فوتبال مردان است. او از معدود بازیکن‌هایی است که در بیش از 1200 بازی رسمی حضور داشته و بیش از 900 گل برای باشگاه و کشورش به ثمر رسانده است. همچنین تنها بازیکنی است که در 5 مسابقه جام جهانی گلزنی کرده است. رونالدو چقدر ثروت دارد؟ بنابراین دارایی خالص کریستیانو رونالدو چقدر است؟ طبق گزارش گیندستپیدی وبسایت مالید، دارایی خالص کریستیانو رونالدو تا سال 2022 450 میلیون دلار است. با این حال دارایی خالص او 500 میلیون دلار است. به این میتوان با اطمینان گفت که دارایی خالص او بین 450 تا 500 میلیون دلار است. رونالدو چند تا بچه دارد و همسر او کیست؟ دوقلوهای رونالدو در ژوئن 2017 در ایالات متحده و از طریق رحم اجاره‌ای به دنیا آمدند که ایوا و متعو نام دارند. در نوامبر 2017 رونالدو از جورجینا رودریگز صاحب یک دختر شد که آلانا نام دارد. آنها در سال 2022 صاحب 2 فرزند دوقلوی دیگر شدند که فرزند پسر در هنگام تولد درگذشت، اما قل دختر زنده ماند و اکنون 2 ساله است. امیدوارم خوشتون اومده باشه. رسانه رشد فردی و انگیزشی ورژن جدید.